چرا نقشه افغانستان در شمال شرق به این صورت ترسیم شده؟ ماجرا برمیگرده به قرن 19 میلادی، زمانی که دو قدرت استعماری، روسیه تزاری در شمال و بریتانیا در جنوب این کشور، نگران پیشروی و قلمرو یکدیگر بودند. در سیاستی که در تاریخ به آن بازی بزرگ یا گریت گیم گفته میشه، تصمیم گرفتن افغانستان به عنوان منطقه حائل بین این دو قدرت جهانی باقی بماند. اما در شمال شرق تنها جایی که ممکن بود این دو به هم دیگر برسند، منطقه‌ای بود به نام تنگه واخان. برای اینکه مرز مشترک نداشته باشند، تصمیم گرفتند تنگه باریکی به طول حدود 350 کیلومتر و عرض تا حدود 80 کیلومتر را به افغانستان واگذار کنند. جالبه که امیر عبدالرحمن خان، پادشاه آن زمان افغانستان، ابتدا نمیپذیرفت که این منطقه بخشی از افغانستان باشه. میگفت منطقه کوهستانی به درد کشاورزی و زراعت نمیخوره و پاسداری از مرزهایش هم آسان نیست. اما بریتانیا با پرداخت مبلغی به صورت سالانه او را راضی میکنه که این منطقه بخشی از افغانستان باقی بماند.